بشه و این آقا رو ببره من $500 جایزه تقدیمش میکنم. امروز خوراک‌های ملی ایران و تاجیکستان رو در کنار از اونم کش و این مزرعه به هر جزیره رشدی سیاحی به هر جزیره شاعر تاجیک و قهرمان تاجیکستان استاد میرزا ترسوزاده. سلام دوستان عزیز، روز همگی بخیر و شادی باشد. عین حال ما در مهمانخانه صفا هتل حضور داریم. امروز واخوری البته که در اینجا خوراکای ملی ما تاجیکا، خوراکای ملی ایران یک جای در آمده دیدن میکنیم. میریم. که امروز یکی از روزهای تاریخی به شمار می‌رود، چون که محض همین روز سبب آن می‌گردد که در آینده شماره سیاحان ایران در تاجیکستان به حد زیاد می‌گردد و اینچنین برعکس سیاحان تاجیکستان و ایران بیشتر می‌روند. من باوری کامل دارم که مردم تاجیک از این چیز به حد شاد هستند، چون که فرهنگی بوی مردم ایران و لهجه شیرین آنها به تمام مردم تاجیک پسند است. جمهوری تاجیکستان دارای میراث غنی فرهنگی و ذخیره‌های طبیعی بوده، امکان واقعی جلب شماره زیادی سیاحان خارجی یک جان تشکر برای سخنها. حاضر نوار را می‌گذاریم که در تاجیکان تشریف آورید و همراه ما شریک این جشن بین‌المللی ما گردیده باشید. سپاس هستیم و برای اثبات همین سخنها حاضر یک نوار را می‌گذاریم که حتی طریق این نوار ما مهمانانی که از در ایران هستیم شاعر تاجیک و قهرمان تاجیکستان استاد میرزا ترسوزاده در مصرع‌های ایجادیات خود قید نمودند. 4 مصرع‌اش را بیان می‌نماید: تا توانی دوستان را گم مکن، دوستان مهربان را گم مکن. در جهان بی دوست بودن مشکل است، مشکل آسان کن کسان را گم مکن. نظر کنید. این گروه از سیاحان از جمهوری چین و تاجیکستان سفر کردن و این همون پاکیجینگ تاجیکستان و سیستان میگیم، وقتی که از طریق چین میرن زمان شهر دوشنبه خیر مقدم میگیم و باعث خرسندی و سرفرازی ماست که امروز ملت ما با ملت همفرهنگ و همزبان ما دوستیشان بیش در ایران یک جزیره هست به نام کش و این جزیره به هر جزیره رشدی سیاحی به هر جزیره به طرز زمانوی ساخته شده است. ما خود در آنجا بودیم و شرکت سامان تریول باشد امکانیت دارد که مشتریان را به جزیره کش روان کند و حاضر باشد سخن رو می‌گیریم با راهبر شرکت سامان تریول، شرکت هواپیمایی سامان ایر، امیدجان سیدов. رحمت کلام و ایثار سپاس میکنم برای سفرتون به تاجیکستان. خیر مقدم میگم و بازم خوش آمدید میگم با شما. چرا که برادر متین خیر کردن، اما شما رو ما در نوروز هم انتظاریم. این دفعه با فامیلیتون، با همسرتون، با فرزنداتون سفر کنیم به تاجیکستان. ما خیلی خرسند میشیم برای مثل که مردم تاجیک میگن نان و نمک در همه جا بسیار است، ولی اساس مقصد ما از دیدار است. مقصد از آمدن ما طلب دیدار است و نمک در همه جا بسیار است. بله، یعنی مقصد که ما میتونیم هر جایی مثلا غذا بخوریم، ولی مثلا مهم این است که دیدار دوست، دیدار همزبان از همه مهم همین است. جناب امیر شاهزاده، جناب امیدجان سیدov راهبر محترم شرکت سامان تراول نزد شرکت سامان ایر و افتخار اینو دارم که در خدمت شما بزرگواران باشم و همینطور نمایندگان محترم حکومت شهر عرض ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگواران. همونطور که همگی قید کردن، ایران و تاجیکستان به واسطه فرهنگ و تاریخ مشترک خب دوستان عزیز، تفاهم خاطر ما بین تاجیکستان و بین ایران همون تفاهم می‌نماید رشد سیاحی. مرسی
خیلی خلاصه گپ چطوره که دیدیم هم دوشنبه شهر سامانترهای دیده میشینیم راست ایران میرین همه کشت به جزیره کشت تماشا کردیم با که علاوات بودیم خیلی گفتی که شرطنامه جدی کسانی که میخوان ایران برون البته که اینا های دوشنبه شهر میشن به ویزا گفتن میگیرن تمام خلاصه گپ مجلسمون اعلام شد مجلسمون رو تمام کردیم مقصد اساسی ما رو از اینا میپرسیم با همین برادرای ما بسیار صدیقان بسیار عزیزم با همراه متین جان سلام و درودی هم خود رو میرسونیم به همه اونهایی که ما را این حال تماشا کرده هستند بله امروز چگونه که گفتم رو شده گذشت بین دولت ایران و دولت تاجیکستان که شرکت‌های سیاحی بین هم شهرنامه امضا کردند و برای بردن مردم تاجیکستان با ایران و آوردن مردم ایران و تاجیکستان این گونه یک سهم کلان می‌گذارد و همچنین نمایش خوراک‌ها و لباس‌های ملی هر دو دولت شده می‌گذارد که با در دوام ویدیو به شما نشان می‌دهیم. بله دوستان عزیز امروز یکی از روزهای تاریخی به شمار برود چون که شاید همین روز سبب آن میگردد که در آینده شماره سیاحان و سرمایه‌گذاران ایران در تاجیکستان به حد زیاد می شود چون که آنها هم فرهنگ هستند و هم زبان هستند که این باعث خرسندی ما است. دوستان عزیز ما شهروندان ایران را در تاجیکستان زیبای خود منتظر هستیم. زنده باشین. یک چیز دیگر من قید میکنم همین مردمی که طول 3-4 روز در همین دوشنبه شهر ما بودیان تاکسیستا را تعریف کردن تاکسیستا را گفتن حضور احمد میگیم که کجای میبرن هم مقصد به وای به کمبودی ما را بردن آوردن مقصد همون چوچ که دارن یک دو سه همون را مقصد تعریفتون کردن تاکسیستا زنده باشین. بله منم خیلی مردم خارجی را که حرمت کنین همه جا تعریفتون رو میبرن کلونی بابام برو رفتن میگیم ما پایان خوراکای ملی لباسای ملی اجازه میریم تماشا میکنیم استعمال خوراکا استعمال میگیم لباساشو نمیگیم. انا اینو در مهمانخانه صفا هسته این مهمانخانه صفا رو پروی موقع استقلال است انا که یک جای میریم مال ای بالا تماشا میکنیم نگاه کنیم که خیلی جای زیبا است یک جای انا که میریم انا که همه بلاگرها پین خاوسو مای کردیم نداریم تماشا میکنیم توی نه از این مهمانخانه صفا را آنا بله در پیشی با من تو 15-20 دینا آنا که میدونی یک جای اینا خیلی اینجا شدیده دیگه هم جای درکاریش همینجا خب آنا اینجاش هم جای درکاری بهترین اینا آنا که تماشا کنی کجا داریم ببینه نه گفتی هم بوده که جای اومدگیم کی اینا برو خیلی دوستان عزیز اینا که جای میره مهمانخانه رو نشون بدیم مهمانخانه همه دولت نشون بدیم اینا مهمانخانه اینا ببینید درجه عالی دا امریکا میگی دبی میگی همه جا دا شکر خدا الحمدلله ما پیش رفته ایم اینا همه جا دا 5 ستارگا باشه اینجا 50 ستارگا میگن که بوده میگن 50 ستارگا این دیگر درجه عالی دنیویش انا میگه مهمانخانه صفا هتل اینا مهمانو دیدن هم کنه کشید پیش هم مهمانو ما اومده مملکت بنامور گرفتیم حالی میری با اکبر دارش تایلند جای ما گلپره ممکنه تماشا کنیم راست فینال مهمانخانه صفا
як қавлаки президентский комната меган ку номери президентский. سانام داره اینجا حتما من سپاسم با آقای سعیدی بیاد با توراج تاجیکستان واقعا درود بر شما. ما شما رو به تاجیکستان میاریم و هتل بی‌نظیر صفو. اگه دوست دارید یکی از اتاق‌های ویژه ما وقتی که اینجا میایی برادرها بالا تماشا میکنی همه جای تاجیکستان کم طرف ابریای حضور یه چیز قدیمه ایران حاضر زمان کرده گنده چیز قدیمه رو حاضر زمان روشی آقای حیدری عزیز آقا مسافر اینجا بیارید این هتل نام کنید چقدر اینجا تکسری آدمایی که دیتاژه خواب میکنه تکسری زیاده اینجا خیلی چی بوده سعیدی چطوری؟ این دوستان است اینجا چیه؟ اینجا جای اینا جای خلط و جای تکسری بود اتاق خانه درنگی میگیم اتاق خانه درنگی توضیح اضافه میکنم دوستان ما در جهان هتل های 1 تا 5 ستاره داریم اما بعضی از هتل ها در نمیخوام اسم ببرم در جای مختلف دنیا خدماتی بیش از استانداردهای بین الملل 5 ستاره ارائه میکنن و بعد میگن ما خدمات 7 ستاره ارائه میکنیم ما هتل 7 ستاره هستیم. معنی این حرف چیست؟ معنی این حرف اینه که شما بخواید اگه 7 ستاره داشته باشید اول بعد 6 ستاره بگیرید بعد 7 ستاره اما ما چیزی به نام 7 ستاره نداریم. منظور هتل های 7 ستاره اینه که ما خدماتی بیش از 5 ستاره ارائه میکنیم. یکی از هتل ها رو ما داریم در دنیا 72 نوع بالش داره فقط خدمات 24 ساعته‌ای که بهشون ارائه میشه پرسنل خانه‌داری هتل در اتاق‌هایی که در کنار این سویت‌های پرزیدنت ها هستن 72 تا بالش داره. ما در سویت پرزیدنت صفو انواع بالش‌ها و خدماتی که برای خواب ارائه میشه رو داریم اینجا داریم. این میشه خدماتی بیش از 5 ستاره. درود بر شما. سلامت باشید. تشکر برای معلومات. همیشه جای زور بودایی میکنیم دا اینجا از خامری و اومای بالا های کنن میگیرن اینجاش پرش اینجاش وای خیلی دیگه جای گرد نیست اینه دیگه عموما دیگه جای گرد نیست مردم اینه این تاجیکستانی عزیز من اینه سلام علیکم. ما اینجا میایم این طرف میره ببینیم. خب با کدام طرف ها؟ این باور که اینجا دیگه اینجاش این بچه همین درم بوده اینه اینجا پرزنسکی وریانت نه این طرف شهر بی‌نظیر دوشنبه تاجیکستان برج استقلال. اگر می‌خواید یک خدمات بی‌نظیر در دوشنبه تاجیکستان داشته باشید و نمایی به واقع دلچسب از برج استقلال داشته باشید باید بیایید به سویت پرزیدنت هتل صفو هتل بی‌نظیر صفو. اگر این هتل 4 ستاره است خدماتی بیش از 5 ستاره به شما ارائه می‌کنه. من توجه جلب می‌کنم به این سویت و اقامت خوشی رو برای شما در تاجیکستان. رهگون می‌ذاری دیگه اینجا. همیشه اومدگه گوسنگ هستن فقط. همیشه دادگه. این هست که من کارتای بندگی. اینجا در همین کسی که میاد رهگون میزنه اینجا. شما زمین‌دار رستوران نو بنا میشود که من همچون تلاسایی 360 گرادوس شهر میبینید از آشنای مهندس نظام شما هم پایتخت تماشا میکنیم ما. بله این مهمونو دوستان عزیز جایی در کارش دوام آمدیم
اینا ببینین که اینجا در لباس های ملی ایرانی بچه‌ها از قسمت تاجیکستان و هم از قسمت ایران آغاز می شود. مرحبا آقای مهدی. سلام خدمت همه تاجیکستانی عزیز، مردم خونگرم و مهمون نواز. میریم غذاهای ملی ایران رو بهتون معرفی کنیم. این غذایی که مشاهده میکنید بهش میگن چلو گردن گوساله است، میذارن زیر برنج و به این صورت این غذا عرضه میشه. این سوپ مرغ ماست. یکی از لذیذترین غذاهای ایران قرمه سبزی ایرانی که واقعا غذای فوق‌العاده‌ایه، خیلی خوشمزه است، گوشت داره، لوبیا و سبزی داره داخلش. این جوجه کباب ماست با برنج، فوق‌العاده است. این غذای ما نیست آقا. این کباب کوبیده ما هستش که توی 9 غذای برتر جهان ثبت شده، یعنی توی 9 غذای برتر جهان کباب کوبیده ایرانه که ثبت شده. سالاد کلمو داریم. اینم چلو مرغ ایرانی. تشریف بیارید ایران، میزبان شما باشیم با غذاهای ملی ایران. تشکر. خب یه تیکه کوچولو هم من بزنم. آقا یکی بگیر، آقا یه تیکه آقا بگیرید، بچه‌ها بگیرید. بده من بگم. از همه مردم تاجیکستان، مردم عزیز تاجیکستان دعوت میکنیم که حتما به ایران بیان و از خوراک‌های ملی ایران استفاده کنن. بی حد با لذت و خوشمزه است. ما امروز با لباس‌های محلی یکی از اقوام ایران در خدمت شما هستیم تا اشتراکات فرهنگی بین ایران و تاجیکستان رو بیش از پیش انجام بدیم. درود بر شما، منتظر شما هستیم در ایران عزیز. سلامت باشید. تشکر. بعد یه دونه دیگه هم امروز خوراک‌های ملی ایران و تاجیکستان رو در کنار همدیگه برای پیوند ایران و تاجیکستان به شما دوستان معرفی کردیم و در قسمت ایران رستوران بی‌نظیر ایرانی رویا رو در تاجیکستان میتونید برید و اینجا غذاهای ملی ایران رو رستوران ایرانی رویا برای شما به نمایش گذاشته. درود بر شما، منتظر شما در رستوران ایرانی رویا و همینطور در ایران عزیز هستیم. به ایران خوش آمدید. سلامت باش، سلامت باش. و این چنین با بدانم تاجیکانه یکی از نشانه‌های تاجیکانه میباشد بیاین در تاجیکستان عزیز ما و این چنین خوراک‌های بالازه رو تیار کنیم. تیار کرده میتیم و چشم مرحمت با تاجیکستان ما. تشکر. تشکر. سخن دیگر سرآشپز طلبخانه زیبا که این همه خوراک‌های زیبا رو آماده می‌کند اشاره که شما هر کی ایشونو ببره من 500 دلار جایزه میدم از بچه‌های تاجیکستان. چیکار که من میگم؟ آقا یه چالش داریم، چالش خوردن غذا. ما یه چالنجر از ایران میاریم و شما تشریف میارید ایران، یه چالنجر ما معرفی می‌کنیم در خوردن سرعتی غذا. هر کی از دوستان تاجیک بتونه حریف این آقا بشه و این آقا رو ببره، من 500 دلار جایزه تقدیمش میکنم. اینا اینا پهلوانی سر دیگه هم هست. پهلوانی سر دیگه اگه که بخریم هم خیلی میشه مخ رنگ بینو حال پرسون اینا همه چیز رنگ تاکن چون موری بله $1000 یا 500 دیگه با تو رنگش کردیم $1000 یک دیگه آقا هر کی از این دوست ما رو ببره حسن آقای چالنجر رو من $1000 جایزه میدم از بچه‌های تاجیک. ما پهلوانی سری دیگ داره انشالله. پهلوانی سری دیگ است عیانی میخره میره انشالله میاد. چه تاریخی معین کنه آقا. قبول. منتظرم. تمام قبول. جایزه رو معین کردیم از طرف تاجیکستان شرکت سامان تراول و سامانه تیکت هتلشون ما پرداخت میکنیم. از طرف فوتبالگرا قهرمان شما به این ورزشگاه زندگی شما انتخاب کنید. تمام قبول. قهرمان تاجیک مسابقه غذاخوری. غذاخوری. تمام. دوستی تاجیکستان ایران ابدی بود. ابدی بود. بفرمایید. تاجیکستان ایران پیش. ما پیش. مرحبا با اشتیای تعام. مرحبا.
خب که جای زور شما که خیلی شما رو ببینیدم میشه توکلتون بخدا. آقا جان خوش آمدن به تاجیکستانی عزیزی ما. چی گفتنی ها دارین و تاجیکستانی ما؟ تاجیکستان بسیار جای خوب و قشنگیه و فرهنگ مشترکی با ایران داره و ما هم به همین دلیل امروز در خدمت شما هستیم در شهر قشنگ دوشنبه و این لباس محلی بختیاری رو که الان می‌بینیم این قدمت چند هزار ساله داره و اومدیم معرفی بکنیم. امروز هم در برنامه غذایی ایرانی که داشتیم هم لباسمون رو معرفی بکنیم شما تاجیکایی که انشالله اومدن ایران از این لباس هم تهیه. سلامت باشن. خوش آمدن. قدماتون نور بود. بانوی زیبا خانمی خشنگ یکم سخنی داشته باشن برنامه. من تشکر میکنم از همه دوستان. خیلی خوشحال شدم برای اولین بار به تاجیکستان اومدم. خیلی خوشحالم که اومدم و دیدم از نزدیک میزبانی این عزیزان رو و اون آرامش، امنیت. فکر میکنم کشور خودمه، یعنی تاجیکستان ایران دومه و واقعا لذت بردم. امیدوارم دوستان از ایران به اینجا سفر کنن و از اینجا به متقابل باشه این مسافرت. واقعا از مهمان نوازی و آرامش و امنیتی که تو این چند روز در کشور شما داشتم واقعا خوشحال و خرسندم. متشکرم از همتون. تشکر. خوش آمدن. با دیگر خدمات نور دیده تا خوش آمدید. متشکرم. قربان شما. سلام.